آقای قیصری واقعا شما کی هستید؟ امارت اسلامی اشتباه میکنه در مورد شما یا اشرف غنی اشتباه میکرد در مورد شما؟ ما یک داعش تا گرفتم در فاریاب، با ما گفت همونجا نگاه کن خود داشتم بود این دماوت این ازبکستان میرم. ازبکستان پر 13 من دایر سودا کرد. او خانم داعشی را ماشاءالله فروخت؟ بله. به کی فروخت؟ به ازبکستانیا. زنان زیادی را برهنه در خانه شما پیدا میکنن. چه میگردید شما در مزار آقای قیصری؟ اینا دروغ میگه، اینا قاصد است، اینا جانیز، اینا اصلا اینا آدم نیستن. مجازات قاچاقبر، مافیا، شرابخور اینا سیکن، یعنی چی هست؟ به نظر من شکایت فکر گلاسا چی هست؟ جریان آوردنتان تا کابل چگونه بود آقای قیصری؟ نه گلاس آو بودن که شما ما شنگو مردم همه کا گفتم. تو در قباد اینا گفت کش کنم، اوزان کنم پیدا دلش بتر قبول موری پر خد دوستم اشرف غنی گفت در اشرف غنی گفت که اینا بسته کی پرنده اینا بکش. اینا یک نوع مداری کرده اینا. این دوستی میتونه خائن است، دوستی میتونه منافق است. آیا حاضر هستید که به حمایت از حکومت طالبان در برابر مارشال لوسون بایستید و بجنگید؟ ما دوستم که هر جمعش مقابل تر است. از آقای کرده شروع کنن، اشرف غنی شروع کنن، اینا همش خائن است. قصر دوستی بسه قصر ربار رسید کنن، قصر عطا رسید کنن. آیا شکنجه فیزیکی هم شدید و با شما برخورد فیزیکی هم صورت میگرفت در زندان؟ با 4 شام پروگرام ماندم پیش آمریکایی‌ها و کماندویا 4 شام اونجا بودم. ما را برق میداد. سای کباب نیست، سای کباب دراز تقریبا 1 کیلومتر شروع بود شانای ما تخته میگرد که ما بعضی معلومات دارم از داخل مقامات اونا میگه که ما مردم علف میخوریم، هیچ چیزی نیست میگه. For new videos, subscribe our channel, press the bell icon on and never miss an update.